اوه تمامی مردمی کابل بی پول ثوابت میگیرن و جمع یک تراپی دارم با نام بوسه تراپی. مرا تکلیف کرد برادر عزیزم رابر همی مرکز سلامت عبدالعزیز گفت که تمام مردم نایه رودکی را پیشگیری کردن در کساله های بیزی. پولیس نخره و کال نخره دارو نخره پولی پلنت بی پول توابت بکنم. بله یک مرده که ما گفت آقای بلبلان همین جیمتی با گفت دستم 10 ساله که کار نمیکنه. ای دست همون برادر یک بوسه کردم دست همون برادر در کار در آمد. یک مادر همین نایه رودکی گفت که آقای بلبلان چشم 20 ساله که نمیبینه. ای چشم همون مادر یک بوسه کردیم چشم مادر بینا شد. نیک یک مسافر در همین مرکه حضور داره مرا نگاه داره. یک سخن در پیش همون مردم بسیار مرا شرمنده که سخنش دل مرا خنجر زد. اون مسافر در همون جماعت چارگل بود بسیار مرا خفه کرد. چی گفت؟ آمد گفت شما آقای بلبلان هست؟ گفتم بله. گفت شما با بوسه تبابت بکنه؟ گفتم بله. گفت آقای بلبلان میباشه نمی که مرا تبابت بکنه. آزم تبابت پاس کردم من نزد چه نمیکنم این آقا تبابت بکنم. هر روزتان نوروز باد نوروزتان فیروز باد. بعضی ما دوام داره این لحظه بله